و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو اسامه بارک الله فیکم. برادر عزیزم، من به این دلیل ها نظر کردم، به این حجت هایی که نو ورده است بله نظر کردم. اینو ببینید، یکمش مو این هر یک سه صفحه، یک صفحه میبینیم. صفحه اول به چی اومده است؟ ثبوت الدعاء اجتماعی از مذهب امام احمد. ثابت شدن دعای اجتماعی یعنی دعای جماعی از نظر مذهبی امام احمد گفته است. بعد از این یک رقم مونده است، گفته است که پیشوای مذهبی حنابلة امام محدثین سیدنا امام احمد بن حنبل گفته است: قال ابو يعلى في الكبير الظاهر كلام احمد انه يسن للامام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المامون ولا يزيد على ذلك. وذكر ان احمد نصوصا تدل على انه كان يجهر ببعض الذكر وسر الدعاء وهذا هو الاظهر. فتح الباري. بله بله، ما چی میگیم؟ ما هم میگیم که بله درست است این روایت، گرچنده که ابو یعلا از امام احمد گفته است مقصد این روایت دست جمعی نیست. در اینجا یگون کلمه امام احمد گفتند که بعد از نماز دست جمعی جماعت شده دعا کنید نیست. بعد از اینکه بلکه در اینجا چی گفته شده است؟ امام احمد می گفتند که هر امامی که نماز خونده شود بعد از نماز خونده شدنش برای اون مستحب است، یعنی از سنت است که حکمش مستحب دعای بلند کرده کند که بلند هم نه، کمی بلندتر کند که پشتشنگی مأمون ها، کسایی که اقدام میکنن صف اول دو سکه شنوند. این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود که وقتی که پیامبر نماز تمام میکردن بلند کرده دعا میکردن. چخیل دعا میکردن؟ مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تبارك ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. بلندتر میگفتند و بعد از این روشونه به طرف صحابه ها میگردانیدند. و از روایت ابن عباس هم در متفق علیه آمدگی است که میگن که كان يعرف انقضاء صلاة الصحابة بارتفاع الذكر، یعنی تمام شدن نماز رو در بین صحابگان با بلند ذکر کردنشون میفهمید. یعنی چی میتون؟ لا اله الا الله وحده. هر یک کس الوهیده، یعنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام. امام کمتر بلندتر میگوید یا دیگران کمتر بلندتر میگوید، اما هر یک کس الوهیده میگوید. دست برداشته هیچ کس هم یک جوب نمیگوید. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. و این دست برداشته نمیگوید، همین اللهم انت السلام و منک السلام دست برداشته نمیگوید. و اینجا به این روایت هم مدگی نیست از امام احمد بن حنبل. یعنی سخن امام احمد بن حنبل اینجا تعویل کرده ایستادند. اهل بدعت کارشون همین است. وقتی که به اهل بدعت نظر میکنید کارشون همین است که سخنهای اول قرآن تعویل میتین، مردم فریب میکنند، از مبانش بریده یا از چه تو چورشی که معنوش دیگر میکنند، یا سنت همچنین و همچنین سخنهای علماء. حاضر سخن امام احمد آورده در اینجا گفته شده است که این گویا روایت از امام احمد دلالت میکند که دعای دست جمعی بعد از نماز کرده شود. هیچ این روایت به اون دلالت نمیکند. این روایت دلالت میکند که بعد از نماز دعای امام بلندتر کند. درست است که به قدری که در پشتش بوده دو سه کس آمد، دست جمعی نه، خودش حتی دست نبرداشته. بارک الله فیکم. اما روایت دویمه که آورده است که دعای اجتماعی شامل چند چیز است. اینجا عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. این بله درست است، حدیثی صحیح است، حدیثی که امام بخاری روایت کرده است. ما هم میگیم که بله پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوندند میشدند کمی بلندتر کرده چی میگفتند؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تبارك ربنا و تعالی ذا الجلال والاکرام میگفتند و روشونه به طرف مردم میگردونیدند. روشونه به طرف مردم، پشتشون به قبله، روشون به طرف صحابگان رضی الله عنهم. این سنت است. هر یک کسی که امام میشد انا همین خیل باید کند، کمی بلندتر دعا میکند، دستش نبرداشته، بعد به طرف مردم میگردد، روش نمیگرداند. چلی که امام بخاری به روایش دیگه است. بارک الله فیکم. بعد از این اثبات دعای اجتماعی از قول و عمل صحابه کرام رضی الله عنهم گفته اینجا یک چند روایت آورده است که یگون درست نیست. از حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفته است، آورده است که واللفظ دعای اللهم انی ضعیف قوی اللهم انی غلیظ فقیر. این ابن سعد در جلد 3 آورده است. گویا از جمله شداد از یکی از خویشاوندان روایت نموده که گفت از حضرت عمر بن الخطاب روایت شده است که شنیدم که میگفت 3 کلمه است که وقتی که آنها را گفتم بر آن آمین بگویید و لفظ آن دعا این طوره. بله این روایت اصلا ما صحیح و ضعیف بودنش به اول سخن میکنیم. این روایت بعضی از علما
ضعیف هم گفتگی هستند. لیکن اگر به فرض کنیم که این روایت از امام بگیم امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه صحیح باشد، گفتیم صحیح است، بگذاریم صحیح است، لیکن این دعای دست جمعیه که بعد از نماز است، این به دلالت نمیکند. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین بودند. نماز جمعه خودشون خطبه میکردند و خودشون میخوندند، نمازهای عیده. و این معروف است که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که در نماز جمعه در خطبه چی کرده می شود؟ دعا کرده می شد. و در روزهای عید وقتی خطبه میکردند دعا میکردند، یا در دیگر خطبه هایی که در نماز مثلا کسوف خسوف یا که در طلب باران استسقا میشد دعا میکردند. و عمر ابن خطاب به صحابگان گفتند وقتی که من دعا کنم شما اینو چیکار کنید؟ آمین گویید. در کدام وقت دعاهایی که در همون وقتی که دست برداشته دعا کردن یا که دست نبرداشته دعا کردن هم دست نبرداشته دعا کنند لیکن مردم شنیده آمین گوید. بمانند روز جمعه در خطبه دوم پیش از تمام کردن خطبه دعا میکنند و این چیز بود، دعا میکنند و دعای دست نبرداشته میکنند، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله دست نبرداشته دعا میکردند و صحابگان میکردند بلند کرده میکنند. و سخن حضرت عمر بن الخطاب ما میبریم به همونجا. پس این دلالت میکند که بارک الله فیکم، یعنی هیچ دلیل نیست برای اینکه بعد از نماز فرض تمام کردن دست برداشته همه برابر بلند کرده دعا کرده، دست جمعی دعا کردن، دست جمعی ذکر کردن وجود ندارد. یگان دلیل صحیح نیست. این همه روایت هایی که آورده است، این روایت ها یگان جوش من نگفته است که بعد از نماز فرض همه دست جمع میکردن دعا میکردن، حضرت عمر هم میکردن. این خیلی نیست. حضرت عمر گفتن من وقتی که این دعای کنم آمین گویید. گفتن این دعای میتونید که در نماز جمعه، میتونید که در دیگر نمازها بکنید، یعنی میتونن که در ویتر، میتونن که در ویتر و غیره. پس اینا موضوعهای مشروع بمیبریم. بارک الله فیکم. پس از همین جهت است که علما میگن دست جمعی دعا کردن بعد از نماز فرض این بدعت است. همه برابر دست برداشته، همه برابر دعا کرده، امام دعا کند، مأمومین این انسان هایی که در مسجد هستند اقتدا کرده هستند یا در جماعت هستند اقتدا کننده های امام همه آمین گفتند. بعد از این ذکر تسبیح کرده، ذکر و تسبیح کرده با آمین و دعا گفتن، بعد از این صلوات گفته با، بعد از این قرائت کرده با. این همه بدعت است، هیچ چیزی اومدگی نیست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بلکه همه دعا میکنند و همه به خودش ذکرها را میکند. بله بعد از نماز دعا هست یا نیست؟ بله ما همه میگیم که بعد از نماز دعا هست، ذکر است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون تعلیم دادن، در حدیث های صحیح اومده است استغفر الله میگه، در بعضی روایت ها بعضی الله اکبر اومده است، بعد از این اللهم انت السلام و بعد از این اللهم لا مانع لما اعطيت، بعد از این اللهم اعنا على ذکرك و شکر حسن عبادتك و بعد از این تسبیح، بعد از این تمحید و بعد از این تکبیر و بعد از این تلاوت خوندنی بگیم لا حول ولا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد، بعد از این آیت الکرسی، بعد از این سیقول هست. اما این همه رو الوهیده کرده می شود. پس این چیزایی که در اینجا اهل بدعت ساخته است هیچ حجیت ندارد. بارک الله فیکم.